یکی از مهارت‌های مهم معلمان توانایی ارائه و تحلیل داده‌ها به شکل قابل فهمه. برای مثال می‌خوایم نتایج امتحان ریاضی کلاس نهم در دی ماه رو به صورت نمودار نمایش بدیم و از اون برای تحلیل و تصمیم گیری استفاده کنیم. نرم افزار پاورپوینت رو باز می‌کنیم. یک اسلاید خالی انتخاب کنید و از بخش لی‌اوت گزینه تایتل اند کانتنت رو انتخاب کنید. در وسط اسلاید روی آیکون نمودار کلیک کنید. پس از انتخاب نوع نمودار که برای این مثال نمودار دایره‌ای مناسب هست، یک جدول اکسل کوچیک باز میشه که باید داده‌های خودمون رو در جدول مورد نظر وارد کنیم. بسیار خوب، نمودار ما آماده شد. برای آموزش‌های بیشتر کانال ما رو دنبال کنید.